یکی از موحد، مجاهد، عالم ربانی، عالم حقگو مجیب رحمان انصاری دیروز از جانب دشمنان دین به شهادت رسید، یعنی قتل کردن شد. او دینش فروختگی نبود، او ملای دربار شدگی نبود. فلانی در پارلمان رفت، در مقابل فرهنگ فرسوده غرب استادگی کرد، تو هم صاحب اجر و ثواب. اگر فلانی از دین دفاع کرد، تو هم صاحب اجر و ثواب. اگر فلانی در پارلمان رفت از دین خدا دفاع کرد، تو در اجر و ثواب شریک. حالا خودت هستی که انتخاب کن. چرا ما به خاطر یک نفری که او میره 6 سال 5 سال ایشونوش برده کنم ما خود گناهکار کنیم؟ رأی میتونیم للهی و خدایی بدیم که باید هم کسانی که شما تسلیم داریم رأی بدیم، چون در بین این افرادی که خود را تنبیه کرده ما خوبها زیاد داریم، آدمای خوب خیلی هست، اما بیاییم از بین اینها خوبترار انتخاب کنیم، از بین اینها انسانهای شایستر انتخاب بکنیم. او حق گپ میزد، حتی اینکه بکشانشم، تهدید کنم، فشار کنم، لیکن ای حق روی نگردون. ما یک بار دیگر بیعت خیش را با زعیم امارت اسلامی امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبت الله آخونزاده حفظه الله تجدید و از وی قاطعانه حمایت می کنیم. جنابشان را من حیث حاکم شرعی و زعیم امارت اسلامی پذیرفته و می پذیریم. داشتم که برای دفاع از رجب طیب اردوغان از کل کشورهای اسلامی صدا بلند بشه. و من انتظار می کشیدم که از افغانستان این صدا از کجا بلند خواهد شد. به خاطر اینکه امروز ما میتونیم بگیم که حامی مظلومین، حامی مستضعفین رجب طیب اردوغان حفظه الله است. Ey NATO! Neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. NATO, Türkiye NATO'nun ülkesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da çağırdın, geldik. حامی مظلومین، حامی مستضعفین رجب طیب اردوغان حفظه الله است. ما وقتی که این صدا و این ندا بلند شد، ما آنقدر خوشحالی کردم که واقعا ملت افغانستان ملت آگاه، ملت هوشیار و ملت هستند که میدانند که در دنیا چی تحولاتی میگذره و این که این افتخار از نصیب جناب جنرال عبدالرشید دوستم شد. میخوام که تشکری خاصی داشته باشم از جنرال صاحب عبدالرشید دوستم. این افتخار نصیب خود کردن و تشکری دارم از اشخاصی که در این راهپیمایی حضور پیدا کردن و ما اگر در افغانستان می بودم در کنار این عزیزان می ایستادم و پرچم ترکیه بلند می کردم، چون او پرچم نشان دهنده حامی مظلومین و مستضعفین دنیا هست. Somali'ye çağırdın, geldik. رجب طیب اردوغان حامی کیست؟ حامی مظلومین، مستضعفین، بینوایان دنیا. Balkanlara çağırdın, geldik. Şimdi de ben çağırıyorum. Hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırları olan Türkiye şu anda tehdit altında, niye gelmiyorsun? Neden? Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. همسر رجب طیب اردوغان را ببینید که در برما و میانمار
گریه میکنه به خاطر مظلومین و مستضعفین میانمار و مسلمان هایی که به آتش سوختانده میشن، مسلمان هایی که تکه تکه میشن. Türkiye halihazırda NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 ülkeden biridir. در دنیا فرق بین رجب طیب و اردوغان تا خیلی از زعمای کشورها زمین تا به آسمان هست. من هیچ ربط و ارتباطی با رجب طیب اردوغان ندارم، ولی دوست دارم که او را ببینم و پیشانیش را ببوسم، چون حامی و پشتیبان مظلومین حق گپ زد. حق گپ زد. هوی که کشت ایرا جهنم رفت، جهنمی ابدی. هوی کشت ایران جهنم رفت، جهنمی ابدی. مجیب رحمانی انصاری را برای چی به قتل رساندن؟ این سوال پیدا شود. مجیب رحمانی انصاری وقتی که طالبان آمد بر قدرت همچون شیر برآمد بیعت کرد، بیعت داد. مجیب رحمانی انصاری وقتی که طالبان آمد بر قدرت همچون شیر برآمد بیعت کرد، بیعت داد. کسایی که کفار نصرت میکنن و ضد اسم مسلمان ها در پالوی از او قرار میگیرن و این بسیاری خسایی آیت قرآن چی میگه؟ و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کسی که تولا کرد در عقیده چی رو بخوانین؟ عقیده تولا و تبرا را حتما بخوانین. اگه میخواین که عقیده‌تون چی شود؟ حفظ شود. این عقیده تولا و تبرا را از بسیاری کتابا و از بسیاری چیزا چی کردن؟ کشیدن که مردم نفهمن. یا آیت قرآن چی میگه؟ هر کسی که دوستی میکنه و محبت میکنه به امرای کفار، اونا را پشتیبانی میکنه و از اونا دفاع میکنه، قرآن چی میگه؟ فانه منهم. این از جمله کی است؟ از جمله کفار است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله قوم ظالم هدایت از این خاطر میگه این یک ناقص از نواقص ایمان است. در سر از این مسئله بسیار مردم از ایمان خارج شدن، نمیفهمند. بسیار مردم است، بسیار مردم است. چرا؟ الله چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود و نصارا را دوستان نگیرین. بعضهم اولیاء و بعض. خود یهود و نصارا بعضی از اونها دوستای بعضی دیگه هستند. و من یتولهم منکم فانه منهم. سعی کنین قرآن چی قصری است، قرآن چی واضح است و چی آسان. گفته یهود و نصارا را دوست نگیر و کسی که یار دوستی میکنه، الله میگه که من نمیگم، الله میگه و من یتولهم منکم فانه. پس اینمی شخصی که امراض دوستی کرده او از جمله از اونها به نزد الله از صف مسلمان ها چی شد؟ خارج. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. در آیت دیگه چی میگن؟ لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. مؤمنا کافرها را دوست خود نگیرن من دون المؤمنین. و من یفعل ذلك، اگر کسی کافر دوست خود گرفت حکمش چی است؟ قرآن میگه. کل ما به قرآن ایمان داریم، لکن این آیت پت میکنن. چی میگن؟ و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء. خلاص از جانب الله در هیچ چیز نیست. نه در اسلام است، نه در ایمان است، نه در امت رسول الله صلی الله علیه و آله است. کل ارتباطش با خالق متعال شفت دلیت. برو گم شو میگن. حالا او دیگه باز میخیده صحیح اهلا فلانی خان 7 دفعه حج رفته، فلان دفعه 50 دفعه حج بیدی. هیچ حج نرو، هیچ حج نرو که تو کفار دوستی نکن. آیات قرآن چی میگه؟ سعی کن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. اگر پدر و برادرایتان کفر بر ایمان ترجیح میداد،
ایره دوست نگیر، پدرت دوست نگیر، خلاص شد. ارتباط مسلمان با مسلمان به اساس ایمان است. وقتی که پدر و تو برادرت کفر ترجیح میتن نسبت به ایمان، میگه چی گفت؟ یا ایها لا تتخذوا، سعی خوب آیات قرآن دقیق سرش فکر بکنید. یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا آباءکم، نگیرین پدرایتان را و اخوانکم و برادرایتان را اولیاء دوستانتان، این به شرطی که استحب الکفر، یا چی کنن؟ ترجیح بتن، خوش داشته باشن کفر علی الایمان. بگه نه کفر صحیح خوب است، بیدینی خوب است، روسا خوب هستند، امریکایا خوب است، قانون امریکا خوب است. تو دیوانه هستی یا مگه اسلام ما کم گرفتی؟